عکسایی که از آثار باستانی مصر گرفته شده خیلی عجیبه دوستان، نگاه کنید. اینجا عکسایی رو به شما نشان میده که بشر با این تکنولوژی الان تازه تونسته به اینا دست پیدا کنه. در واقع اینا همش عکسای باستانیه که توی مصر مال 3-4 هزار سال پیشه. این فقط 2 تا حالت میتونه داشته باشه، یا ای که انسان تونسته توی زمان سفر کنه و چطوری بگم به گذشته رفته و این چیزها رو اونجا نقش بسته روی سنگ ها این آثار را، یا هم که انسان یک بار شاید واقعا به اوج تکامل و تکنولوژی رسیده و نسل بشر نابود شده، جنگی صورت گرفته که بالاخره بعد از او دوباره همه از صفر شروع کردن. یا هم که گزینه بعدی میتونه وجود آدم فضایی ها باشه، موجودات بیگانه باشه که از طریق کمک به اونا تونستن این تکنولوژی را اینجوری روی سنگا حکاکی کنن. ببینین این احتمال این خیلی زیاده که تمام این تکنولوژی که الان دست ما و شما الان رسیده، خیلی سالهای پیش در واقع بشر به اینا دست پیدا کردن ولی مخفی کردن، دست بشر نرسوندن اینا را. و یک تعداد اندکی از مردم در واقع همون حاکمای اون زمان میتونستن از این تکنولوژی شاید استفاده کنن. خیلی عجیبه. حالا به بعدش اینا انیمیشن نیازی هم نیست خیلی هاتون بنویسین اینا انیمیشن، ولی ای که وجود بیگانه ها را میتونه این آثار خیلی توی حاله از ابهام بندازه که اینا حتما وجود داشتن. بسیار عزیز نگاه کنین، وگرنه او اهرام مصر بشر اون روزی اصلا نمیتونست بسازه. و این عکسایی که روی آثار باستانی مصر اینا کشف میکنن، هر کدومش هزاران تا سوال بی جوابه که هیچ وقت اینا برایش جواب ندارن. واقعا دنیا پر از رمز و راز، ما از هیچ خبر نداریم.